پریستوب قبیدگی مادرای حالتی هست که نمیخیله فکر کنید در جای همین مادری خودت اپا و خواری خودت باشه چه خیلی میشه دوستان عزیز ای همه در چیزی بی‌زیب نداشتن ای در زندگی وقتی که نداشته باشه محتاج هر یک مرد و نامرد میشه میگن در زندگی همین گپ بیهوده نیست جای ممکن اوقاتشون هم میکردگی خوفکشون هم میموندگی اینجا یک خونه جای زندگی میکردگی اگر ذره وجدان و رحم داشته باشه به خدا قسم وجدانت عذاب میته برای این مادر و پدر دستگیری کرد درد پدر عزیز مادر عزیزم میبینه که پدر برای اویلش همه فشار کردیه که جانش نجات داد فهمد فریب قد که من نمیتونم فهم کده و گردم همین درد سختتر بد کدگی ما 28 هزار هم دختروفتگیان که با بیاره بو میکنیم در اینجا میبینید حاجت خونه یعنی توالت اینجا دا میبینید جای اوقات کنی اینجا خونیه اینجا میخواه هموم هایم کسی که در پخش مستقیم خاک پاتونشم نوار لایک کامنتر با دوستاتون با رفیقای صاحبکار روی کنین مرحمت این صدقات بهترین صدقات میشود که پول نه در روی حرام میرود نه در یگان جای دیگر مرکز خدمترسانی زیارت شاب طول یک چند وقت میشود که توابت گیمرید را بهر میزاجان خود کشاده اعلان کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوسکی اوبلاست میباشند میتوانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توابت گیمرید. توابت گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام میدهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابوعلی ابن سینا گرفته شده است توابت کرده می شود. چون همیشگی برای توابت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان صحت باشد. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنصیحات خانواده هستین خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. امروز حضور داریم در مرکز شهر دوشنبه در طرف بالنسای یکم سویتسکی با دیدار می‌کنیم. یک مادر یک پدر عزیز اومدیم که به نهایت به دستگیری ما و شما نیاز داره. دوستان عزیز یک جرای مادر عزیز در بالنسای استقلال گذشته با مبلغ 28000 تومان به نواری در یوتیوب یعنی خش تبار نزدیکان همین برادر اپا دستگیری کردگی همین مبلغ جمع کردگیان جرایش گذراندگیان متاسفانه در هموجه ایشون دادگیان که در سرد کیسته یک شما میتونیم که در همین جراحی گیریم یک تا دیگهش عیناً با حالت اول مادر آوردگی رسوندگی از همه احترامانه خواهش میکنیم این منزل میبینید منزل ورمنی پدر مادر که دکمنت در نام خچون است خانه در نام خچون است فقط به حیث یک کوارتران در همجا شدگان یک برادر خیرخواه خاص از برای الله شنوندگیشون باز ما وارد خانه میشیم عذاب و درد پدر عزیز مادر عزیزم میبینه که پدر برای اویلش همه فشار کردیه که جانش نجات داد با همین خاطر هر کسی در پخش مستقیما یا لایک کامنتر دریغ ندارین وارد خانه یکم میشیم مرحمت اینا دوستان عزیز به قایچی بین اکجون سلام علیکم اکجون ما چخلین خوبه تنجه کانتر بلندتر گپ زنید سلامتی خوبان رحمت اجازه بود ما وارد خانه اختون شدیم البته مرحمت چخلی که برای ما گفتن اویله شما در حقیقتا یک جراحیش کردگی ای نیاز باز با جراحی دیم بار تکرارن داره او اکم دیم شام گفتگیان امید اپیراتسا میکنم او 28 هزار هم دختروفتگیان که با بیاره بو میکنیم امیر ده همیم اروید نیست یا میرد بکنین جراحی با همین خاطر اکجان ما پروانه که میگن شنیدن که بود مانند دیدن از سخنای اکا بر میاد که همین انسان خالص الله های شما دیدن که زبان برادر عزیز ما مثال برون است این یگان جای مثال تنقید نیست این داد خداوند به همین خاطر نیاز به دستگیری داره دوستان عزیز اینا منزل عزیز در اینجا میبینید حاجت خونه یعنی توالت اینجا دا میبینید جای اوقات کنی اینجا خونیه اینجا میخواه هموم هایم اینجا همون جای آبازی میکردگی چیزی که مثال مردم گم میزدگی فقط یک خونه جای زی زوره که در اسلامی هم این درست نیست که همراه فرزندایی که با بلاغت رسیدگان در همینجا خواب میروند چون که در شرایط مسلمانی ما طوری نمینه که شرایط مساعد نیست برای همین برادران زنده کردن با همین خاطر ان شاء الله ما اینا وارد خونه میشیم از احوال مادر عزیز که آب چشم در پرای رو محتاج به اون افرادی هست که یک سوم پول خرید کنه و دارو بکار شب بگیره رفتیم بیم بارداران عزیز این ایجاش هم یک بار دیگه ایشون میتونم ایجاش چی بوده؟ ما نمیخواد شید این ایجا اینا وارد درون میشیم بیا کجون ما این ایجا اینا جای ممکن اوقاتشون هم میکردگی خوفکشون هم میموندگی ایجا یک خونه جای زندگی میکردگی اگر ذره وجدان و رحم داشته باشه به خدا قسم وجدانت عذاب میته برای این مادر پدر دستگیری کردن مرحمت بسم الله السلام علیکم
اینا برادرها اپای عزیز مادری که برای شما گپ زدم که یک جرایش کردن نگاه کنید که در چه حالت این میخیل حالت یازی پریستوپ خبیدگی مادرای حالتی هست که نمیخیل فکر کنید در جای همین مادری خودت اپا و خواهری خودت باشه چه خیل میشه دوستان عزیز ای همه چیزی بی‌زیب نداشتن در زندگی وقتی که نداشته باشه محتاج هر یک مرد و نامرد میشه میگن در زندگی همین گپ بیهوده نیست. مادر جان سلام علیکم. عذر زیاد که در وقتی اگه هر روز حالت خودت هم خیلی نه که امروز ما مجبوریم که برای مردم عذاب پشتی پردگی شما را گپ زنیم که در کدام سطح زندگی دارین. اجازه هست کم تر همراهتون صحبت کنیم؟ ها همین درد سر بسیار غم داده است میخواد دیگر یک درجه دارو را خورده حلال نمیتونم که درد دم بمونه بسیار هسته میگم که همین شما فهمده فریب قد که من نمیتونم فهم کده و گردم همین درد سختتر بد کده گیه ما که به این حالت اومدم همین قینی بده گو زدن اما هیلی ایمده گو زدن نمیخوام برای که سختی بد میقبه گپ زدن ده زیر نشین مادر جون انشالله نمیشه بچه ها اپا مردم خیرخواه از اون جمله طرف یکم سویت سی دهی شهر دوشنبه دوستان عزیز کسانی که شک شبهه دارین من نمرای پدر در روی اکران میمونم نمرای خچای کارتم در نام نسب خچای حاضر همه شگا میزنم بین ای نزدیک ببینید میگن شنیدن که بود مونان دیدن پشت بالینسه در زندگی میکنن یک احوالی در یو زندگی میکنن به نهایت قینای با همین خاطر خواهش برادرانه هر کسی که در پخش مستقیم خاک پاتون شم نوار لایک کامنتر با دوستاتون با رفیقای صاحب کار روی کنین مرحمت این صدقات بهترین صدقات میشوه که پول نه در روی حرام میرود نه در یگان جای دیگه فقط مادر در حقتون دعا میکنه آب چشم مادر به این مادر میخواد که به خاطر دو فرزند زندگی کنه امید در زندگی داره ولی همون گفتی چیزا نه مادرای نه عین خوردن گشتن مادرای عذابیا و زندگی و وزمینی همین هر یک پدر و مادر میدونیم چه خلای شوهرش نگاه محتاج به دست مردم ای اینجا میره و کار میکنه اونجا میره و کار میکنه این پولی که میواد داروش هم میگیره خوردنش هم میگیره در خونه دو فرزند دیگر شما میدونین برادر جان عزیز به نهایت قینه این امجا دخشای کارت داری در نام نسب خود دکا کو کارت دکا جان دوشنبه سیتی نگاه کنه چه خیلی اینا مادر جان نگاه خی یکم جارایتون در استقلال کردن بله به یوتیوب مردم خیش تورو دستگیری کردن همه خیلی میشه مادر جان یگان حالتایی که شوهرتون پول نمیواد در زندگی مثال دارو را خریدن نمیتونه زیق شین که مثال خی ایدم خینه مثال نیست یگان جایی که مثال همه پول قناعت بخش باشه هسته فقط قین بد میغلطیدن جایش میشید که نمیتونید خرطی هم دارو ما همش همینو بودن طول چند سال اینمی درد عذاب خطین اینا 1 سال شده این سر غم داده است پیش یگان درد نداشتین ساز بودین این خیلی غم نمیداد درد نمیکرد خیلی بد بعدا نوجه ای در نام تون جانم مادر جان انشالله زیغ نشین این کارت در نام نسب کیه اجازت هست یک کارت شوهرتون مونیم ها یعنی پول مول همه میاد دستگیره همین شوهرتون کردیس ها بله سلامت باشین نام نسبتون چیه که محیدین و اهل دین محیدین و اهل دین دوشنبه سیتی در کدام نامی رو پیوستن نه صد چو اور سی 32 64 94 30 32 64 94 30 32 64 با در روی اکران می نویسیم اینا دوشنبه سیتیشون از من رقم کارت را میخونم 97 62 00 01 58 51 57 17 رقمای دوشنبه سیتیش دوستان عزیز بهترین میشه برادران عزیز یک روز ششلیک نخرین مثلا یک چیز دیگر نخرین ما در یک سوم یک ضرورن از زمین تا آسمون نداریم قوت با توانایی میگه ذره ذره جمع شوه دریاها بند شوه برای همین تو هیچ وقت برادرم نگو که یک سوم کم من میپرتم اگر رنگ تو 100 برادر 10 سوم میپرته نگاه چند سوم میشوه برای همین ما امید از پروردگار داریم فقط شما بنده ها سبب میشین ما همه وقت دعا نزد پروردگار میکنیم ما خودت یک از دیگر سبب میکنه امروز تو سبب شدی نوار تماشا کردی نوار بعد سو برای خود پدلی سکه که اونها هم سبب شدن در این کاری خیر که فرزندای همه برادر به مادر نمونن این دنیا چیزی هست که در این سال زمان به نهایت هر یک کس پدر و مادر خودش با این خاطر آخر داوچه جان ما ان شاء الله ما باوری داریم که همراه برادران مبلغ جمع کنیم اجازه است با تو بالانسا بردن همه جرای خط کنیم که دیگر نوار آینده در بیم چهره خندان خط ببینیم نه اینکه آب چشمتونه 1000 رحمت شما میگم مینداری بیان میکنین
خدا همین کسی که وی یاردم میدید چی میکنن از این بسیارتر ویشون کنن کشایششون این کارشون هم تیان همه وقت باشه. سلامت باشین. مسئله ماشینی کدا مادر جان زنگ میزنن عینوی رحیم گپ میزنن که ما شاگرداشیم این قپول تن خیلی یگان کسا باور نکنین یگانه نفری که این برادر اومدگی ما کی کی سیویات ببرم چریز همه برادر میبرم فهمیدین ماشینی کدا باور نکنین یگان کسا کد نتیه که به نهایت همه خیلی دزدی بسیار شده. با خاطر برادر جانای عزیز هزار رحمت خیر تا برنامه آینده.